درود بر شما. تورج تبصره‌نیا هستم. به اولین جلسه آموزش گیتار و موسیقی من خوش اومدید. من تصمیم دارم که از 0 تا 100 از پایه بهتون درس بدم، مرحله به مرحله. اولین جلسه رو شروع میکنیم. من اول میخوام سبک‌های موسیقی که تو ایران رایجه رو بهتون بگم، یعنی بدونید که چی دوست داریم و چی رو میخواین شروع کنیم. از هر سبکی یک کوچولو براتون مثال میزنم، دستتون میاد در آخرش که به چه صورت. اول حالا کلاسیک رو میخوام بهتون توضیح بدم، بعد فلامنکو رو توضیح بدم و بعد پاپو که از همون کلمه پاپیولار میاد. پاپیولار هم که میدونید یعنی چی دیگه، به معنای مردمی، عمومی، مرسوم. و هر سه تا این سبک ها میتونن اصولی و علمی و همراه با نوت باشن، یعنی در واقع همشون میتونن قدرتمند باشن و اتفاقی خوبی رو برای نوازندگیتون داشته باشن. میتونید همه این سبک‌ها هم کار کنید. اول کلاسیک اسپانیش رومانس رو مثال میزنم. و ادامه داره دیگه. البته کلاسیکو در واقع این شکلی نمیگیرن. کلاسیکا رو معمولا روی 1/3 دونشون و همینطور ساعدمون رو به این صورت و رو پای چپ میذارن که گیتارمون با در واقع این پامون حالت زاویه 45 درجه میگیره، به این صورت میشه. اونایی که فقط میخوان کلاسیک کار کنن. حالا من کلاسیک رو دیگه باز توضیح بدم، براتون مثال بزنم، مثلا مثل گرین اسلیوز. آره، این موسیقی یک کارتونی بود که قبلا میداد به اسم نل و پدر بزرگ، که دختر که دنبال مامانش بود صندوقچه‌شو که باز میکرد جواهراتشو در واقع هم گرین اسلیوز پخش میشد. پس اینم یکی از مثالای کلاسیکه. یکی دیگه از آهنگا فورلیزه که اینو خیلیاتون شنیدن، خیلی از هنرجام که میگن اصلا تو آسانسور خیلی شنیدیم اینو. ادامه داره دیگه. پس کلاسیک فضاش دستتون اومد به چه صورته. و میرسیم به فلامنکو. فلامنکو حالا هم به این صورت میگیرن، هم باز این شکل میگیرن. فلامنکو تکنیکای هیجانی تری و اکتیو تری داره نسبت به کلاسیک. مثلا تکنیکای مثل دستگاه‌های ایرانی که ما توی دستگاه ایرانی 7 تا دستگاه داریم، فلامنکو کارم 7 تا دستگاه دارم. مالاگوانا رو براتون از فلامنکو اجرا می‌کنم که دستگاه فلامنکو رو که شاید شنیده باشید. و میرسیم به پاپ. پاپ همونطور که گفتم اولش از کلمه پاپیولار میاد. پاپیولار به معنای همون مردمی، مرسوم. پاپ 2 تا شاخه اصلی میشه. یه شاخه ای که ما میتونیم قطعه نوازی کنیم، یعنی قطعه اون چیزی که اون آهنگی که دوست داریم بزنیم بدون اینکه بخونیم. یه دونه دیگه هم هست که از سبکایی که حالا خیلی از هنرجام هم دوستش دارن که بزنیم و بخونیم. این 2 تا هم خیلی از نوازنده ها، موزیسین ها میگیرن با هم ترکیب میکنن، یعنی هم میزنن و میخونن، هم اون قطعه نوازی رو باهاش ترکیب میکنن. حالا اونم باز بعدا براتون مثال میزنم. اولین آهنگ پاپی که تو زندگیتون شنیدید از بچه 5 ساله تا پیرمرد 95 ساله اینه. ببینید یادتون میاد؟ یادتون اومد چیه؟ درسته، خوشحال شاد و خندانم، ولی قطعه نوازی پاپ بود دیگه. این میتونه هر چیزی باشه. من یه قطعه‌ای همینجوری چند تا مثال پاپ میزنم، بعد شما حدس بزنید که چیه.
دیگه. مثال بزنم. باز مثال بزنم. متوجه شدید دیگه. حالا اگر خوندن هم در واقع به همراه با ریتم و آرپیج زده بشه، میشه زدن خوندن پا و این هر چیزی میتونه باشه. مثلا میگم از خواب برگشتم به تنهایی، پل میزنم از تو به زیبایی. یا اگه زدن خوندنی دیگه براتون مثال بزنم، مثل یه پنجره با یه قفس، یه هنجره بی هم نفس، سهم من از بودن تو، یه خاطر از همین نوبت. حالا این هر چیزی میتونه باشه. مثلا من میگم یه بیرانم بیا 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 بیا، بسوندن آمار تو به گوشم بیا. یا مثلا میتونم بگم یه روز سرد پاییز، گلدون تو شکستی. هر چیزی که همراه با آکورد و ریتم خوندن باشه میشه زدن خوندن پا. حالا میخوام نوتا رو بهتون بگم و 4 تا بهتون تمرین میدم. این 4 تا تمرین رو انجام بدید تا ویدیوی بعدی و خیلی کمکتون میکنه که زود اون چیزایی که میدونید رو منتقل کنید روی سازتون. خب اولش میخواستم ازتون بپرسم که ما در جهان چند تا نوت اصلی داریم؟ سفره چند سین عید نوروز؟ آفرین، 7 تا نوت داریم. حالا چی هست نوتا؟ خب من نوتا رو میکشم، حالا اسمش هم مینویسم. خب اول اینجوری مینویسم، به صورت هجایی هست که بهش میگن اینجوری: دو، ر، می، فا، سول، لا و سی. خب خیلی ها مثلا من اول که بهشون درس میدم میگن دو، ر، می، فا، سو، لا، سی. اینو میگن سو اشتباها، یعنی در واقع فا، سول، لا، سی. اینو دقت کنید. حالا این به صورت چی میشه؟ به این نوع میگن هجایی. حالا من اینجا بنویسم مثلا به صورت هجایی. یه دونه هست به صورت اختصاری، یعنی همین نوتا رو ما اختصاریش هم می‌نویسیم. حالا یه قلقی داره. A B C D E F G رو میدونین دیگه. A B C D E F G رو بیاین از لا در نظر بگیرید، یعنی میشه A B، یعنی به لا میگیم A، به C میگیم B، A B C D E، اینم F، اینم G. خب پس به همه اینا از نظر اختصاری که حالا بعداً بهتون میگم که آکوردها رو این به صورت اختصاری نشون میدم. حالا باز بهتون میگم که اگر مثلا ماژور باشه چه علامتی، مینور باشه چه دیمینیش باشه، آگمنتد، حالا هر چیزی. این نوتایی که ما به صورت پشت سر هم داریم، من اینجوری همیشه میگم یا دستتون که در واقع چپ هست و دست راست هست و میتونید به صورت اینجوری صلیبی بگیرید. اون دستی که چپ هست آخرش پ داره دیگه، چپ، میگیم پم، بم، یعنی اون پم یا بم ترین نوتا چپه. راست چیه؟ راست ت داره، تیز میشه، یعنی اینجوری من میگم که به صورت زیر. پس هرچی به سمت راست میریم صدای نوتا زیرتر میشه، هرچی به سمت چپ میریم صدای نوتا بمتر میشه. ولی اینا پشت سر هم. مثلا از چپ مثلا اینجوری میشه: داره می فا سول لا سی، داره می فا سول لا سی، داره می فا سول لا سی. همینطور که به سمت راست میریم انقدر نازک میشه که دیگه نمیتونیم بشنویم. پس بعد از سی چیه؟ بعد از سی پس اینجا میرسیم به سمت زیرتر یا نازکتر، همون تیزتر، راست دیگه. بعد اینجا میشه بعد از سی دوباره میشه دو، دوباره میشه ر، همینطور میره به سمت راست. حالا
گوش ما انسان ها 20 کیلوهرتز یا 20,000 هرتز به بالاترین فرکانسی که میتونه بشنوه و برعکسش به سمت چپ میاد به سمت بمتر یا کلوفتر. اینجا چی میشه؟ قبل از دو چیه؟ اگه گفتید دو می فا سل لا سی قبل از دو میشه درست سی لا سل و هرچی به سمت چپ میریم صدای نوتا بمتر میشه. ما 20 هرتز و بمترین فرکانسی که ما میتونیم گوش ما انسان ها بشنوه. پس ما از 20 هرتز تا 20,000 هرتز یک وسعت صدایی داریم که در واقع بارها اینا میتونن تکرار بشن ولی محدوده برای گوشم. حالا مثال دیگه، ما مثلا از این سی تا این سی رو میگیم یک اکتاو. از این سی تا این سی رو میگیم یک اکتاو تو موسیقی. اکتاو. حالا هر اکتاو چند تا نوته؟ هر اکتاو درسته 7 تا نوته، با بعدیش میشه 8 تا. یعنی ما این اکتاو ها رو تو تمام سازها داریم، بسته به وسعت صدای اون ساز داره. اگه گفتین بالاترین بیشترین وسعت صدایی رو چه سازی تو دنیا داره؟ بیشترین وسعت صدایی، بیشترین اکتاو، ارگ کلیسا بالای 8 اکتاو، یعنی بین 8 تا 11 اکتاو هم تو فیلم ها دیدید دیگه، بزرگن و کلاویه های زیادی دارن، اونا بیشتر وسعت صدایی دارن. دومین رتبه چیه؟ دومین رتبه پیانو 7 تا 7.5 اکتاوه. رتبه سوم چیه؟ هارپ یا چنگ. هارپ هم در واقع چنگ هم به سومین رتبه داره. بعدش دیگه سازهای دیگه، ویولنسل، گیتار و ویولون و سازهای دیگه بعد از این رتبه دارن. پس این نشان در نظر وسعت صدایی. بعد از اینجا من میخوام اینا رو پاک کنم، بهتون زمانبندی نوتا رو بگم. پس تا الان ما صداها رو گفتیم. حالا ما میرسیم برای در واقع ترکیب اون 7 نوت اصلی که بهتون گفتم و زمانبندیشون. حالا زمانبندی چیه؟ کشش نوتاست. مثلا من نوت میو میخوام 2 ضرب اجرا کنم، میگم می دو ضربه کامله، یا مثلا میگم می دو سه چهار ضربه، یعنی از بالا که پام شروع میشه 4 بار اینو اجرا میکنه. خب حالا از ترکیب اون نوتایی که بهتون گفتم، دو می فا سل لا سی، به اضافه کشششون، آهنگایی که الان تو موبایلتون، توی لپتاپتون، تو گوش میدید، تو ماشینتون گوش میدید، تمام اونا از ترکیب ایناست. البته 5 تا نوت دیگه هم هست که کلاویه‌های سیاه پیانو رو دیدید که سیاه رنگن که دیازو بمولن، اونا رو هم بهتون میگم راحته. پس از ترکیب در واقع نوت‌های اصلیمون و زمانبندی تمام این آهنگ‌ها به وجود میاد. حالا زمانبندی چیه؟ باز دوباره سوال پیش میاد، ما در جهان چند تا نوت از نظر زمانبندی داریم؟ یعنی از نظر کشش نوت‌ها. درسته، سفره 7 سین 7 نوت. خب چیاست؟ این هم 7 سینه دیگه، مثل اون قبلی که 7 نوت بود. اولی اسمش چیه؟ اولی اسمش گرده. گرد چجوری کشیده میشه، نوشته میشه؟ مثلا حالا من رو خط، حالا مثلا اینجا من یه دونه براتون گرد میکشم، این میشه نوت گرد. نوت گرد چند ضربه؟ 4 ضربه. چجوریه؟ ما اگر مثلا اینجا زمین باشه، اینجا پامون باشه، میگیم 1 2 3 4، پا بالا میمونه، این میشه نوت گرد. حالا نوت بعدی چیه؟ نوت سفیده. سفیدم عین همین این شکلیه، منتها دستش اگر بالای خط سوم باشه از چپ پایین میاد، اگه پایین خط سوم باشه مثلا مثلا از راست بالا میره. این نوت سفیده. پس نوت سفید. سفید 2 ضربه. سفید چجوری اجرا میشه؟ این زمینه، این پامو میگیم 1 2. سفید نصف گرده دیگه، باز نصف میشه. بعدیش چیه؟ آفرین، سیاه. سیاه عین سفیده ولی این تخم مرغ سیاه میشه. اینجوری ببینید، مثلا من همین نوتو
یا دستش از اینجا میاد یا اینکه از راست بالا میره، عین سفید. پس سیاه چند ضربه؟ نصف سفید میشه 1 ضرب. اجرا کنیم. 1. خیلی راحته. نوت بعدی هم چنگ عین سیاهه، مثلا عین همین نوت سیاه یه چنگ هم اینجوری داره. اگه مثلا پایین باشه مثلا میشه این شکلی. این میشه چنگ. نوت چنگ. چنگ نصف سیاهه، نیم ضرب. نیم ضرب. ما 3 نوع دیگه هم نوت داریم. دولا چنگ که نصف اینه، سلا چنگ نصف اینه، چارلا چنگ هم نصف اینه. فعلا اینا رو نمیخوایم بگیم. 4 تا این یعنی گرد و سفید و سیاه و چنگ، 4 تا با این 3 تا ما 7 نوع نوت داریم از نظر زمان بندی. حالا من به هنرجوام اینجوری میگم که اینها در واقع نیاز، اگه به صورت کارتونی انیمیشنی ببینیمشون، نیاز به خونه دارن. خونه نوت ها کجا میشه؟ خونه نوت ها. خونه نوت ها مثلا اینجوری من میگم، یا یه شوخی میکنم، اینکه نوت ها اگر زمستون باشه احتیاج به گرما دارن، احتیاج به خونه دارن. اگه تابستون باشه گرمشون بشه احتیاج به سرم که خنک بشن، سایه دارن. پس خونه اینها تو هر حالتی کجاست؟ 5 خط حامله. همین 5 خط هایی که میبینید که موازی و مساوی هم هستن و نوتا روش قرار میگیرن. حالا تعریفش اینجوری میشه: 5 خط حامل، 5 خط حامل، 5 خط موازی و مساوی هستند که نوتا روی اون قرار میگیره و میتونیم نوتا رو بخونیم. و این موازی و مساوی هم مهمه دیگه. ببینید اینجا هم موازی همن، هم فاصله های مساوی دارن. خط های حامل همیشه از پایین به بالا شمرده میشن. 1 2 3 4 5 یعنی از پایین به بالا. حالا من نوتا رو به صورت شانسی میام چیکار میکنم؟ اینجا قرار میدم. مثلا این الان من میخوام که حالا خودتون هر کدوم از اینا رو فقط بگید کدوم جزء کدوم دسته از ایناست، اسمش چیه و چند ضربه. مثلا این و این، مثلا به این صورت. حالا من از اینجا میگم دیگه، مثلا میخوام اینجوری بگید، حالا خودتونم بعدا میتونید رو ویدیو بگید. این صداشو ببندید: نوت گرد 4 ضربه، نوت سفید 2 ضربه، نوت چنگ نیم ضربه، نوت سیاه 1 ضربه، نوت گرد 4 ضربه، نوت سفید 2 ضربه و نوت چنگ نیم ضربه. اگر نوتا رو تا حالا بلد نبودید، خب نمیدونید کدوم یکی از اینا میان، کدومشون سولن، کدومشون فان، فقط میدونید چند ضربن، کشششون رو میدونید. پس شما به راهنما احتیاج دارید. راهنما چی میشه تو موسیقی؟ میشه کلیدهای موسیقی. کلیدهای موسیقی. کلیدهای موسیقی الان باز بهتون میگم. بذار اینا رو پاک کنم. خب من این رو پاکش کردم. ما سوال بعدی که مطرح میشه، ما در جهان چند نوع کلید موسیقی داریم؟ نه دیگه 7 دیگه نیستش. الان بیشترتون میگین 7. 7 منهای 4 چقدر میشه؟ پس ما میسیم انواع کلیدهای موسیقی چی هست؟ چند نوع؟ 3 نوع. 1 ما کلید فا داریم، 2 کلید دو داریم و 3 کلید سول داریم. ما اسم سازمون چیه؟ درسته گیتاره. با کلید فا و دو کاری نداریم. حالا باز من در مورد کلیدها هم بعداً براتون ویدیو میگیرم، بهتون میگم که هر کدوم از این کلید کاربردشون برای چه نوع سازهایی. الان به نظر من بیشتر تمرینای اولیتون رو بگم. کلید سول حتما دیدید. خیلی از هنرجوها میگن تو کارتون تام و جری نشون داده یا تو کارتون کلا این شکلیه. این میشه کلید سول. اینجا هم داشتیم.
اینجا هم کلید سوله، این کلید سوله. سوال بعدی، محل کلید سول کجاست؟ محل کلید سول کجاست؟ یه نشونه داره، اول سمت چپ، بعد خط دوم، این دوتا. پس سمت چپ، خط دوم کجا میشه؟ این سمت چپ همه، این هم خط دوم، یعنی از اینجا شروع میشه. حالا من یه دونه این پایین خودم بکشم، اینجوری میشه. اینو میارم اینجا، از خط دوم و سمت چپ شروع میشه. این میشه کلید سول. حالا چه اتفاقی میفته؟ کلید سول هر نوتی با هر ارزش زمانی رو خط دو قرار بگیره صدای سول میده. این چه گرد، چه سفید، چه سیاه و چه چنگ، اینا همه صدای چی میدن؟ صدای سول میدن. خب پس دوباره مرور میکنیم. اسم سازمون گیتاره، با رنج صدایش یه جوری که با کلید سول کار میکنیم. کلید سول حالا چه تو ایران، چه تو عراق، چه تو آمریکا، چه تو ژاپن، چه هر کشوری تو دنیا، همیشه سمت چپ رو خط دو قرار میگیره و هر نوتی با هر ارزش زمانی، چه 4 ضرب، 2 ضرب، 1 ضرب، نیم ضرب، پاشون رو خط دو بذارن صدای سول میدن. حالا من الان اینا رو پاک میکنم، نوتا رو روی 5 خط عامل به دست میاریم، میبینیم که چه نسبت به جاشون اسمشون چیه. خب حالا ما نوتا رو میخوایم روی 5 خط عامل به دست بیاریم. این تمرین خیلی باحاله، این کار رو انجام بدید، اینا رو منتقل میکنید رو سازتون. حالا گفتیم کلید سول سمت چپ رو خط دومه. ما بزرگترین نوتمون یادتونه چند ضرب بود؟ آفرین، گرد رو میذاریم رو خط دوم. این صدای چی میده؟ صدای سول. حالا به صورت اختصاریش هم میخوام بنویسیم، میشه جی. بعدی چی؟ بین خط دوم و سوم میشه لا، که میشد A. بعد رو خط سوم C میشد B. بین خط 3 و 4 2. رو خط 4 آفرین ر. بین خط 4 و 5 می. رو خط 5 فا و بالای خط 5 هم که سوله. حالا پیش خودتون میگه خب اینم سوله اینم سوله دیگه، ولی یادتونه بهتون گفتم هرچی به سمت راست میریم نازک‌تر میشن. این سوله این صدا رو میده سول، این سوله صدا رو میگه سول. باز یه سول دیگه باز پایین تر داریم که بعداً پایین تره، اکتاو همان دیگه. حالا ما تا اینجا رفتیم دیگه، بالاتر نمیتونیم بریم. حالا میام به سمت چپ. قبل از سول چیه بین خط 1 و 2؟ قبلش. بعدش لاه، قبلش آفرین فا که با اف نشون میدیم. قبل از فا می رو خط 1 که با این نشون میدیم و زیر خط 1 چی؟ آفرین ر که با دی نشون میدیم. خب اگه گفتید اینجا چند تا تونستیم نوت قرار بدیم؟ چند تا؟ اینا چند تا الان؟ آفرین 11 تا نوت. 11 تا نوت چی هن؟ من به هنرجو اینجوری میگم مثل این 5 خط حامل، مثل 5 تا انگشت دستن. هر جای غیر از خونه، هر جایی هم هستی با 5 تا انگشت دستتون میتونید اینو تمرین کنید. خط دومو در نظر بگیرید، اینه 1 2 3 4 5 از پایین به بالا. این میشه سول، پس این میشه لا بین خط 2 و 3، اینجا میشه سی، اینجا میشه دو ر و همینطور با انگشتاتون این 11 تا رو تمرین کنید. پس اولین تمرینتون چی میشه؟ تمرین هاتون اولین تمرینتون چی میشه؟ 1 اینکه نوت ها رو روی 5 خط حامل یاد بگیرید. حالا من همیشه تو دفتر می نویسم و جلسه بعد که هنرجام میان اینجا رو میگیرم، روی این پایین رو میگیرم و چند تا ازشون سوال میکنم ببینم چقدر اینو یاد گرفتن. خودتون برای خودتون همین کارو کنید، یعنی تو دفتر که نوشتید برای خودتون اینجوری بگیرید و اینا رو حفظ کنید. 11 تاست دیگه، کار نداره. 4 تا وسطن، در واقع 5 تا هم پاشونو گوشن رو خطا، میشه 9 تا، یه دونه بالا 10 تا، یه دونه پایین 11 تا. خب خیلی ممنون، اولین تمرینتونه. خب من اینجا 2 تا دست
وامانده کشیدم که دست هیچ کدومتون قطعا این شکلی نیست، ولی فقط میخوام اسما رو اینجا بهتون نشون بدم. ببینید اینجا پی، این 60 تا میشه پی. اولی میگیم راست، این چپ. خب این میشه رایت، این میشه لفت دیگه، حالا به انگلیسی راست چپ. راست میشه پی آی ام ای ایکس. کلمه پی مکس اگه یادتون باشه، پی مکس میشه چی؟ اسم انگشت دست راست پی آی ام ای ایکس، پی مکس. دست چپ چیه؟ این میشه 0 1 2. اینی که ازدواج میکنیم انگشتر میذاریم میشه 3، این هم میشه 4. پس ما توی نوازندگی گیتار دوتا دستامون اینجوری اسمشون پی مکس 0 1 2 3 4. این چرا صفره؟ چون پشت فرت قرار میگیره. اگه دسته گیتارمون باشه اینجوری، حالا بهتون میگم چی جوریه، نمیاد اینجوری خونه همسایه رو نگاه کنی، پشت باید باشه و به صورت عمود، نه اینوری. حالا بهتون باز میگم. خب من یه خواهشی ازتون دارم. پس اول اون قسمتی که نوت‌ها رو حفظ میکنید، در واقع اسم نوت‌ها رو 5 خط عامل، حالا اونا رو هم که خب یاد میگیرید دیگه که چند ضربی ان، اسمشون چی هم، و این 11 تا نوت هم حفظ میکنید. اسم انگشتر هم که همین الان یاد گرفتید. و یه کار دیگه هم کنید، اگه ساز گیتار دارید خونه یا ندارید، یا میخواید از اینترنتی از جایی یه دونه شکل گیتار بکشید رو کاغذ، یعنی خودتون بکشید، خودتون اینجوری با دستتون، هر چی هم شد، در واقع بد شکل هم شد، اصلا مهم نیست، خنده دارم شد، اشکال نداره. قسمت مختلفشو من میخوام بهتون بگم و بگم که چی کار کنید و چجوری شروع کنید. خیلی ممنونم، با قدرت میبینم تو. من تورج توسل‌نیا هستم. بیش از 30 سال موسیقی کار کردم از کوچیکی و بیش از 20 سالم که حالا تو زمینه کنسرت، تدریس، آهنگسازی فعالیت دارم و تو زمینه آموزش هزاران تا هنرجو داشتم که همشون از صفر پیش من کار کردن، یعنی هیچ از موسیقی نمیدونستن و الان خب به جایی رسیدن که میتونن کنسرت بدن، میتونن توی استودیو ساز بزنن، میتونن آهنگسازی کنن. و تصمیم گرفتم که این کانال رو درست کنم تا بتونم هرچی که اطلاعات به دست آوردم، هرچی که میدونم از گیتار و موسیقی بهتون بگم و زودترین حالت بتونید قدرتمند بشید تو نوازندگی. حالا اگه دلتون میخواد بزنید و بخونید، میخواد قطعه نوازی کنید، هر کدوم از اینایی که براتون توضیح دادم تو اون موفق بشید. یعنی هدف من با هم اگر بخواید و همراه بشید میتونیم اینجوری بشیم که تو چند جلسه دستتون راه بیفته و چند تا این خوشگل بتونید بزنید. خب خیلی ممنون، امیدوارم که تا اینجا همه مطالبی که بهتون گفتم رو درک کرده باشید. اگرم متوجه نشدید خب بذارید عقب بیاد دوباره. یک خواهشم ازتون دارم، میخوام که این کاری که من شروع کردم، میخوام مرحله به مرحله آموزش اصولی گیتار رو از 0 تا 100 بهتون بگم. از من حمایت کنید، از کانالم هم سابسکرایبش کنید، هم اگر دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید، با این بتونم و به این کار ادامه بدم، تشویق بشم. اگه دوست دارید کامنت بذارید، هر پیامی که هر سوالی که دارید من جوابتون رو میدم. خیلی ممنون، خیلی خوشحال شدم و با درس‌های خیلی خوبی به زودی میبینمتون.